خدایر شما خوب هستید دایر؟ من خوبم زینب، اما با خودتون باش. زودتر او رو به نقطه خوبی بنوازیم. چی رفت زینب؟ چی پروند؟ هیچی داشتم هیچی. تو در اینجا چی میکاوی؟ هیچی. من دخترم رو میجویم. دروغ نگوی، تو مرا تعقیب کردی، چرا از پسم اومدی؟ یا یکون چیزی رو دیدی که از پسم بگردی؟ به خدا که هیچ چیزی رو ندیدم. دمت را گیر پسم، خاموش. کافیست بدی، از این زن چی میخواهی؟ من را تعقیب نموده است، نیتش معلوم است. جایمان را به سربازان خبر میدهد، هوشیار باشه. قسم میخورم که من این کار را نمیکنم. دخترم را دیدم میخواستم از او اومدم. این زن دروغ میگوید سینان. دخترت کیست؟ نامش برفین است. یعنی تو مادری مژده هستی؟ بله. دخترت صحت سلامت است، خواطر نشو. او قهرمان است، برای دعوایمان می جنگد. تو باید به جای ذکر شدن خرسندی کنی. اکنون با خاطری جمع به خانه‌ات برگرد. بیرو. راهی سفید، شما هم به جایهای خود گذارید. زودتر. آخی او را رها کردن خطاست، ما را به سربازان میفروشد. عقلت را کارفرما بده. دخترش با ماست، مگر این کار را میکند؟ راه گرد زود. در اینجا زیاد نمیستند. حتما مرا تا نصیب از خیرم برده میرسونند. با فکرم تو اینجا آدمی نهستی. من هم نمامدم. بیا با من کمک کن. من رو ببخش، حالم خوب نیست. با فکرم با تو دارو کمی کرده است. خسته نباشی جیلا. چی میخواهی؟ خیلی خسته می نمایی. کارامانو کم استراحت کن، خودت را دور نگیر. با من نرفت. در نزدیکی یه غار خاله است، بسیار نازنکا رفتیم. با تو گفتم با من نرفت. کن اینجا بیا، گفتم اینجا بیا. سرده مرا ابله. با تو چند بار گفتم تو گپ رو نمیفهمی. نزدیک نشو وگرنه تو رو میپرونم. مرا میپرونی؟ من شوخی نمیکنم. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. این تا کی دوام میکند؟ به خاطر چی آمدم و چی ها را دیده ایستادم؟ اگر میدانستم بر اینجا نمی آمدم، به تشکیلات همراه نمی شدم. دیگر نمیتوانم. طاقتم طاق شد. یگانه پدرشان را میپرونم، انا بعد خودم را. چون که اگر به خانه برگشتن خواهم، آنها مرا جواب نمیدهند. چی کار کنم؟ به یک جهنم افتادم. چه حال دارید بیرم؟ صحت شدی پسرم؟ خوبم، یگان جایم درد نمی کند. پرین گریه نکن دخترم.
دکتر جوانی با غیرت است. خدا خواهد صحت میکند. انشاءالله انشاءالله. زینب خفه نشم، التجا میکنم، پسر من این کارو نمیکنم. میدونم آپای حبیب. پسرم چی حال دارد آقای دکتر؟ خواهید نشوید، احوالش خوب است. خدا از تو راضی باشد. تشکر به شما، تشکر. التماس آپای حبیب تشکر. وقتی را که جواب میدهید توهیر؟ باید یک مدت اینجا ماند. من رفت پسرم را بینم، اجازت میدهید؟ البته آپای حبیب، اما حالا او بیهوش است، لیکن غم نخورید، او به زودی به هوش میآید. تشکر. مرحمت. دیلو، بایرام رو باید در یک جای مناسب بخوابونیم، اینجا خنک است. مالش آقای توهیر. من خنک نمیخورم آقای دکتر. کنی بیا. پسرم چرا این کار رو کردی نمیدانم. آن قاتلان تو را فریب دادند، عقلت را ربودند پسرم. انشاءالله صحت میشوی. کیستی؟ خاصیدم. به سینان خبر آوردم. سینان خاصید آمده. بگذار آید. رمزت چیست؟ گلی سرخ. خوب رو. بده. زود براه میبرایم، به قرارگاه میرویم. وقتی سربازان در اینجا هم براه برآمده میشوند، همین که فرمان آمد بده. زود باشید بچه ها، براه میبرایم. بده لبای تو در همین جا مان. از کارهای کرده کودک با خبر شو، با دقت باش. خوب شده است، بیرو. کنید زودتر بچه ها. اگر بکری رو خوب نگاه بین کنید در مدت کوتاه سلامتیش برقرار می شود. فهمیدم آقای دکتر. او رو نگاه بین کنم گفتم باز خودتون رو بیمار نکنید، با شما زیق شدن ممکن نیست. راست میگویید. زینب. پدر. دخترم. پدر. خوب هستی؟ و من گفتم که بکری تو رو پراندن میخواست است. خوبم پدر، خوبم، هیچ چیز نشده است. پسری همین زن به تو سوی قصد کرد. گوش کن حبین، زن هستی، دستم رو به تو نمیبردارم، اما به دستر شوهرت فرهاد اکنون پیشرت همراهی سلح بدستان است. اگر به دخترم یگان گپ میشد تو را زنده نمیماندم، خانه‌ات را میسوزاندم. آروم شوید امکی حامد، این یک حادثه تصادف بود. چی خیر تصادف دکتر؟ اگر زینب را میپرون چی؟ ها؟ رئیس، حاجت به چنین گپ‌ها نیست. خطای کرده بکری کلان است، اما او کودک است. فریبش دادن حامد. غیر از این جزایش رو الکی گرفت. جزای او را من میدهم بابا. پدر، در این دهه برای طرفداران تشکیلات جای نیست. زود چیز شورا رو جمع کرده از اینجا دم شو. رفتیم دخترم، رفتیم. خدایا در پناهت نگاه دار. در این دهه تولد شده، خانه و درم را پرتافته و کجا روم؟ اپای حوین، اپای حوین، آروم شوید، آروم شوید. اپای حوین، نیخی نکنید. دیلو، باید کمی نشیند. مالش آقای توهیر.
این معلم است. دخترم برای چی بدی دوربینی شخصی به جانت قصد کرده رفتی؟ پدرت راست میگوید. چرا این طرح کردی؟ او گناهکار نیست پدر. بیچاره وقتی رو فریب دادند. حامد کمی صبر کن. این کودک معلم را کشته نتوانسته است. ینگه زینب را به خانه برید. شما هم روید. چی میخواید بابا؟ از تو یک خواهش دارم حامد. این زنی بیکس و تنها است. با سلاحداران هیچ علاقه ندارد. بیگناه است. بابا شما را دوست میداریم، احترام میکنیم، لیکن شخصی که به دکترم سوء قصد کرده است در این دیه نمیماند. همه دیه هم همین را میگویند بابا ابراهیم. بعد از سوزاندن مکتب مردم به سلاح به دستان نفرت دارند. بچه هایش را گرفته رفتن آن زن برای خودش بهتر است. بابا من گپم را گفتم. رفتیم مکه. بابا او راست میگوید. تو چه میگویی رئیس؟ میخوایی که این بیچاره ها را پیش کنم تا به دست آدمانی تشکیلات افتند همینطور؟ نه بابا من این رو نمیخواهم. باید به همه کار دخالت کند. هی در بین مردم نگرد. رفته برو در بالای دیه انتظار شد. دکتر باز معلم را نجات داده است. راست است دیلو؟ دیر کردی قزبان. از واقعه بیخبر ماندی. به خدا که دکتر قهرمان است. حالا در کجاست دیلو؟ او رو دیدن میخواهم. بیمار دارد نمیتوانی قزبان. هیچ گپ نیست فراسی من نیستم. من همینجا انتظار میشوم. قزبان فراموش نکنید باید دم گیرید برای پسرتون نیز خواطر نشوید. مایش آقای دکتر راست میگویید. بخیر است قزبان؟ بیمار شدید؟ نه شکر که خوبم. برای احوال پرسی اومدم دکتر. تشکر قزبان خوبم. تو چه حال داری؟ من هم خوبم. تو را یعنی شما را دیدم باز خوبتر شدم آقای توحید. مایلش قزبان آقای توحید بیمار دارن وقتشان رو نگیر. تو بازدید قزبان. تو برای چی داریم در بین من و دکتر میدروی هدیلو؟ بیا قزبان زودتر به بیرون برو. راه گرد. خودش چی گرد؟ کارمان از موی سر ما زیاد است. از برای خدا رفت. این همون نازبت من و دکتر رو دیده رشت میکنه چی؟ قزبان اما که شعبات در کجایند؟ من از کجا میدونم؟ چرا از من میپرسی؟ چی؟ تو دخترشان نیستی؟ چی خیلی از پدرت خبر نداری؟ اگر تو ندانی کی میداند؟ خدایا توبه یا توبه یا توبه. ای خدا ای احمق رو بین. باید چی شده است؟ برای سینان چای بیا. خوب شده است که چه؟ خوش آمدی سینان. خوش باشی. کچه بچه ها گرسنه‌اند گوی خوراک تیار کنن. خوراک تیار کن. کچه با من بیا. مرحمت آقای سینان. تشکر مجده. چیکار کرد؟ وظیفه دادت را اجرا کرد؟ از کجا؟ دست و پایش میلرزید. اسیران را من به قتل رساندم. این دختر بیهنر است، ترسانچک است. بیا او را کشیم از او خلاص شویم. تو برای چی در بین ما این دختران نگاه می‌داری سینان؟
الو. بله منم. به قرارگاه اومدیم. از تو یک خواهش دارم. داروها تمام شدن. خب انتظار میشم. سلامت باش. این چی گپ است؟ من تو شما گفتم نرس مرو نزدیک نشم. رفتم حیوان. چی گپ است؟ این آواز جلو است. کمی پیش در راه گرد. راه گرد. و تو چند بار گفتم به من نزدیک نشم. در اینجا چه گپ است؟ میدونید سینون برای چی داد میزنی جلو؟ او به من دست دراز کرد. اکنون به این چیزها عادت کن. این آدم ناموسی مرا داغدار کردن میخواست. حیوان. چه ناموس؟ نفشم چشمانم تو را نبینم. کدام ناموس؟ به این چیزها عادت کن. ایستا کچه با دختر دقلی نکن. از پس کارتون شوید. کنی بیا با تو تنها صحبت کنیم. بیا. در کجاست؟ مفینم در کجاست؟ خدایا برای او را یافتنم کمکم کن. کی در آنجا؟ من یا رفته بینم. چی درد داری مجده؟ با من دارو ده. دارو تمام شد. دارو ده کجا؟ زودتر. گیر. دارو میخورند. دخترم بیمار است. آن دکتر در من درآمده معلمه را نجات داده است. پسر باشد خودش را پرونده است. میدانم. آن دکتر دردی سر است. اگر آن دکتر در دستم می بود او را در یک قاشق آب غرق میکردم. اما چی علاج؟ گوش کن بیدی. آن بکری میتواند در شهر بامبئی زنده شود. این را دانسته باش. فهمیدی؟ همین که او صحت شد او را از ده هم میگریزانیم. البته اگر دکتر پیش از تو او را از راه نزند. تو خبوتر نشو. به این وقتش نمیرسد. من در نزدش میشوم رئیس. گوش کن. در دهه اینتر آزادانه نگرد. سرداری دهه گزیلشاه آقای تاریخ و از دهه چردکلی حاجی شکرلا می آمدند. با خبر باش. برای چی می آید؟ آخر آنها زیدی تشکیلاتند. آنها برای سوختن مکتب تعزیه بیان کردن می آیند. آنها را هیچ دوست نمی دارم. السلام علیکم. تشکر رئیس. خوش باش. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. مرحمت چینید. تشکر. خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی شما رو پزمان شدیم. تشکر. نور دیده تاجی سر. بابا بیا دخترم بیا. تشکر دخترم. تشکر دخترم. تشکر دیلا. نوشی جانتون. تشکر. تشکر خواهرم.
تشکر. من نمیخواهم دخترم. یعنی هنگامی درس خواندن کودکان آنها مکتب را آتش زدند، همینطور بابا ابراهیم؟ ولی خواجه شکرالله، خدا از دختر راضی باشد، جان خودش را در خطر مانده کودکان را نجات داد. خدا خیرش را دهد. با خدا دختری ما قهرمانی کرد. مگر آنها از خدا نمیترسندند؟ دختر دسترو خواهیم. من گناهکار نیستم. داد نزن خواهیم. من گناهکار نیستم. نرسید برای این دختر برای تشکیلات را فاش نمودن با دشمنان هم خواهی داشته است. این دختر دشمنی تشکیلات است. تشکیلات ضرر آوردن خواهی نیستم. همین سحر جسد امام و معلم دهه گزیلچه را از کوه افسوس، همدردیمان را قبول نمایید دوستان. همدردی ما را قبول کنید. تشکر، سلامت باشید. هممون کرد هستیم، هم عذاب دهنده و هم عذاب کشنده کرد است. این جبرها به جانمان رسید بابا ابراهیم. اگر در دلمان کمی ایمان نمی بود با این حیات اسیان می کردیم، اما کار ما از حیات ناراضی بودن و خفه شدن نیست، بلکه آباد کردن است. اگر آنها هزارها مراتب سوزانند شکنند و هزارها نفر ما را کشند هم ما باز آنجا را آباد میکنیم. خوب میگوید بابا، لیکن ما تا کی صبر میکنیم؟ تا به دلشان زدن صبر میکنیم. آنها از سوزاندن و شکستن بیزار بشوند، لیکن ما از آباد کردن بیزار نمیشویم. اینطور باشد این کار تا به نبیرگانمون رفته میره. بله، خدا جایشان را جنت کند. اما اگر باباهایمان در وقتش کارهایشان را با ما نمیگذاشتند، مگر تغییرات میشد؟ چی گپ میشد؟ چی وضع میشد؟ در طول عصرها در این خواب چقدر آدمان خوب زندگی کردند. با کمک آنها این سرزمین خیلی آباد شد. عقل و خرد آدمان نیز زیاد شد. خاک همان خاک است، لیکن آدمان چون پیشتر نیستند و سبب این بدبختی ها و خونریزی ها هم همین است. مگر همین طور نیست آقایان؟ در حقیقت این دختر به تشکیلات خیانت کرده است. نه، چقدر خیانت؟ برای بس اینا تسلیم نشدنش کشته شد. آخر این ناحقی است. خاموش. در اینجا هرچی خواهن اجرا میکنه، وگرنه با تو هم همین طور میکنن. دخترم برفین در کجاست؟ دخترکم مادر جان تو زود این جایها را تازه کن. خوب شده است. زودتر. مجده در کجاست؟ نمیدونم، در همین جا بود. مادر جان شما در اینجا چی کار میکنید؟ برای بردن تو اومدم دخترم. بیا از اینجا میرویم. نه بیا دخترم. مادر جان رفتن نمیتوانم، مرا میکشن. نه بیا دخترم، بیا رفتیم. مادر مرا میکشن. بیا رفتیم دخترم، بیا خیر. از اینجا میرویم، اینها رحم ندارن. بیا رفتیم دخترم، میرویم دخترم، زودتر باش. رفتیم. آی مجده را ندیدی؟ نه ندیدم.
خدا به این آدم ها انصاف دهد. این راه ما را به نابودی میبرد بابا ابراهیم. این کار چه می شود؟ راهی حلش چیست؟ راهی خداست حاج شکرالله. اگر با راه خدا رویم این ظالمی، این خونریزی به آخر میرسد. انشاءالله انشاءالله. یگان چیز لازم نیست بابا. تشکر دخترم. اکنون به من اجازت در دست خودتان است حاج شکرالله. به ما خدمتی خوب کردی دخترم دلا. خدا از راضی باشد. از شما هم راضی باشد. خدا بختت را دهد. پناهت به خدا. خیر نغزمان. رفتیم. جسدی امام را به زادگاهش فرستادیم. جسدی معلم باشد در دیه است. وصیت کرده است که او را در دیه گرانیم. من میگویم که آمده جنازش را شما خوانید. البته میآیم حاجی، البته میآیم. و شما یک گفتنی دیگری داشتم. مرحمت حاجی. خدا نصیبتان کند. نبیره‌تان دلا پسندم آمد. او خیلی دختری با عقل و با آداب بوده است. گپ را دراز نمی‌کنم بابا ابراهیم. خبر دارید پسری من احمد دانشگاه را ختم کرده مهندس شده است. حالا باشد در استانبول کار میکند. پسر خودم را تعریف نمی‌کنم، اما جوانی با عقل و با آداب است. با چی گویم؟ اگر شما هم راضی باشید نبیره‌تان دلا را به پسرم احمد موافق می‌بینم. به خدا که مرا در حیرت گذاشته حاجی، نمیدانم چی گویم. اول با دلا گپ زنم، اگر او قبول کند آنها را با هم خانه‌دار میکنیم البته اگر خدا خواهد. بله راست میگوید عزیزم بابا ابراهیم. از شما خوشخبر انتظار میشم. اگر دلا راضی شود احمد را خبر میکنم زود میآید. خدا خیرش رو دهد. خیرش رو. یگان گپ شد بابا. نه دخترم، دستت درد رو نکن. با اجازت شما من باید به نقطه طبی روم. چی گپ شده است بابا جان؟ اینجا بیا. در نزدم شین دخترم. لبای بابا. کوتاه کرده گویم دخترم. حاجی شکرالله تو را برای پسرش خواستگار شد. بیا دخترم. بیا. بخیر است؟ با کجا می روید؟ ای زن تو در اینجا چی کار میکنی؟ او مادر من است. برای دیدن من آمده است اکیسینو. چرا پیشتر نگفتی که مادرم می شود؟ او رو شناختم، از ما تو را پرسیده بود. در آخر دخترت را دیدی؟ دیدی حالش خوب است؟ اکنون به خانه رو. دخترت در اینجا میماند. شما را بگو مادر جان. اکیسینو راست میگویند. من خوبم. مجده تو با قرارگارم. دختر من مادرت را گسیل میکنم. بسی خدا نگهبانت. رو مجده. گفتم که با ما میماند. رو این بارا نبیا. تو اینجا بیا. دانستم آن زن این آخرین دیدار تخت دخترت. از پس این زن رو پنهانی تعقیبش کن. باز میآیم دخترم. تو رو از اینجا میبرم. همین که از نظر دور رفت. خوش رسیدم.
صحت میشوی بکری. با من چی شد؟ تو داد رو پروندی. معلم رو پروندن نتونستم. حیف با من. تای خوب را جراحت داری. شما صدی رو هم شده نه؟ بله من صدی راحت شدم. باز ما رو توبت میکنید همینطور؟ بله همینطور. دانسته باشد اگر صحت شوم معلم رو میپرونم. دیلو این تو هستی؟ دیلو؟ سر و سیمه شدن نخوز داره ها رو افتاندم. چی واقع شد دیلو؟ هیچ. و من نمیگویی؟ گفتم که هیچ. دیلو مهم نیست آقای طاهر. طاهر؟ خوش آمدی زینب. با شما صحبت کردن میتوانم؟ البته. بخیر است زینب. یگان واقعه شده است. نه هیچ چیز نشده است. تنها میخواستم که به شما منتداری بیان کنم طاهر. من تنها سبب شدم. اگر عمر دراز باشد من یا یگان کسی دیگر سبب شده تو رو البته نجات میدهد. اما هر دوی ما در یک حالت بودیم. شاید این جلوه نوبتی تقدیر باشد. خیر میلش من اکنون روم. وقتی شما رو هم نگیرم. راست میگویی تو هم کار داری. زینب یک دقیقه فراموش کردم. اولی دیلو خوب نیست. در درون گریه میکند. گریه میکند؟ من اهمیت ندادم. با او چی شده؟ نمیدونم. من یک رفته بینم. دیلو برای چی گریه میکنی دیلو؟ هیچ. نه این خیلی نمیشم. بگو چی شد آخر؟ گفتم که هیچ چیز نشده زینب. دیلو مگر من به تو همه سیرم رو نگفتم؟ سیری من رو در این دیها تنها تو میدونی دیلو. رئیس دهه همسایه حاجی شکرالله پسرشون در استانبول مهندس بوده است. از بابایم مرا برای پسرشون خواستگاری کردم. بابایم باشم از من پرسیدن اگر راضی شوم پسرشون را جه زدم ما را اویله‌دار میکنم. تو با بابایت چی جواب دادی؟ من حالا اویله‌دار شدن نمیخواهم زینب. چرا گریه میکنی دیلا؟ هر یک دختر روز اویله‌دار میشود. این خیلی خوب است. تو هم عروس میشوی. کاش من هم عروس شده میتوانستم. کاش من هم لباس عروسی پوشیده میتوانستم دیلا. من هم مثل هر یک دختر شوهر کرده صاحب فرزند شدن میخواهم. اما افسوس چقدر باقی ماندن عمرم رو ندانستم. عائله دار شدن نمیتوانم. میفهمی؟ این برای من همچون آرزو میماند دیلا. یگان کار کردن نمیتوانید؟ متاسفانه دیلا بیماریش از حد گذشته است. زینب کجا شد؟ رفت آقای طاهر. من نخواستم باشد صحبتتون رو شنیدم. سخنان زینب رو. دیلو من با زینب تکلیف خانه داشتنی میکنم.
دلو تمنا میکنم که تو هم خانه دار شوی. در حالی که تو رو دوست می‌دارم چطور اویلا دار شده میتوانم؟ آقای طاهر به شما گفتن که در خانه استراحت کنید اپا. همین خیلی گفته بود اما طاقت کردن نتوانستم. آمدم. از پسرتون قبول دارید؟ بله دیلو، چیکار کنم، فرزند است. آقای دکتر رو دیدم رفته شنید گفتن. گذشته شنید. تو بیمار هستی؟ کمی ناتوبم. آمدنتان خوب شد اپای هوین. خلعتم رو در خانه فراموش کردم. زود رفته میویم و هم برای به خود آمدنم کمی هوای تازه میگیرم. ها مایلش، من همین جویم. بکری را دیده میتوانید اما او رو مانده نکنید. مایلش دیدو، مایلش. مادرت قربانت شم پسرکم. دخترم را با آنها نمیمونم و فینم را نجات میدهم. زینب برای چی خیر و خوش نکرده بر اومده رفتی؟ به شما خبر نرسانم گفتم. برای همین دلیل دویده اومدید؟ نه زینب، من با تو یک چیزی مهم رو گفتنی بودم. گوش میکنم. حقیقی در بانی را گپ میزنیم. باز در کجا گپ میزدیم؟ درست مدومی که در ده قهوه خانه یا طرف خانه نیست. شاید خواهشی درس خوندن داشته باشم گفته به خانه طلبه هایم میروم. اگر خواهید همراه میرویم در راه گپ میزنیم. مالش. ها دکتر دربارش معلومات بخیر است؟ خواهش شما رو گوش میکنم. هوا خیلی خنک است. چیزی مهمتون همین است طاهر؟ گوش کن، این موضوع رو نمیدونم راستی گپ چی لغز کنم. گفتنیم که بخیر است؟ و کجا میروید؟ به خانه طلبه هایم میروم خزبان. خیر معلم به خانه طلبه هایش میرفته است. شما به کجا آقای دکتر؟ اگر اجازه دهی من با خانم زینب گپ دارم. خزبان اجازت میدهی خزبان؟ ای خدا، آنها در باره چی گپ میزنند؟
به فکرم مرد. و من دام گذاشته است. چه نگاه میکنه سگ بچه های گرسنه؟ چند روز بود چیزی نخوردیم. هممون گرسنه‌ایم. صبر کنین، خوراک میارن. از گرسنگی میمیریم آخر. از گرسنگی کی مرده است؟ مشق گرسنگی میگذارونیم، فهمو؟ مشق میخیل بشید است. شما چه ها میگوید حیوان ها؟ سگ بچه های گرسنه. اگر من نمی بودم همتون بیکار در آقلخانه ها پرسیده میرفته. کرنمک ها کمی گم شوید. زودتر پایین ها. مجده اینجا بیا. با طبق یکون چیز مانده با مجده بیار. اینش برای چی؟ گفتم را اجرا کن که چه؟ چی او از دیگران بهتر است؟ گفته بودم که برای اون نقشه ها دارم. چی نقشه بود است کنی فهمیم؟ گفته هایم را اجرا کن که چه؟ نه این را خور. در بیرون بودگان گرسنه‌اند. اهمیت نده. خوراکت را خور. زودتر گذشته شین. سر میکنیم. مالش فاطمه جون؟ مالش معلمه جون. مالش زینب. آقای دکتر؟ چرا انتظارید آقای دکتر؟ خانم زینب رو انتظارم قیزبون. پگاه فاطمه جون. از انتظاری کشیدنتون معلوم میشد که کمی مهمه داره. مادرش راضی شد که به فاطمه دست دهم. خیلی خوب. رفتیم زینب. اگر در خونه درس دید من هم بیایم معلم. مایلش به تو هم درس میدیم قزبان. اکنون با کجا میروید؟ با نزد مادری بهرام. نباشد بیاید رفتیم. تو با کجا میروی قزبان؟ با نزد مادری بهرام نمیرویم. تو برای چی میایی قزبان؟ در راه صحبت کردن میرویم. ضرورت داشته است. ما گپ مهم داریم قزبان. اگر اجازه دهی تنها بودن میخواهیم. تو هم به خانه اتون رو. رفتیم زینب. بوی دغلی کرده توهی. برای چی از پسمون میگردد؟ گپی مهم بوده است ها؟ من چی مقصد داشتنتون رو میدانم. حالا میبینید. بکری چه حال داری چه بچه؟ اما که بدی طاقت کن. همین که سیاحت شدی تو را با کوه میبرم. با تشکیلات همراه میشوی. معلمه رو پروندن نتوانستم. غم نخور بکری. تو جنگاور هستی. حالا نفران زیاده رو میپرانی. از پسرم دوشم مر. رو از اینجا. رو دوشم گفتم. داد نزنید. مردم رو جمع نکنید. او را دستگیر میکنم. اگر با او ضرر رسد همتون رو میپرونم. خاموش. بس کن. گپ نزن. پیسری خواهی است. گپ هایش را شنیدی؟ از نزدش دور نشو. دیلو چی گپ شده ستای حوین؟ فقط بابایت به من کمک کرده میتوانند. حاضر آن که در کجاند؟ آن کس نیستند. برای جنازه به دهه همسایه رفتند. آقای دکتر در کجاند؟ چی گپ شده است به ما گویید؟ شما با من گپی مهم گفتنی بودید حالا هم نگفتید. خونه به خونه گشتیم فرصت نشد. خوب اکنون گپ زنید به خونه رسیدیم. زینب
من فکر کردم که چی فکر کردی طاهر؟ فکر کردم که شاید فکر کردنتان رو فهمیدم، اما چی فکر کردنتان رو نمیگویید؟ حاضر آقای دکتر چی واقع شده پهرین؟ در نقطه تیبی بودم، آدمی تشکیلات آمد و بکری گفت که تو رو بکری ببرارم. بکری؟ او خوب است؟ خوب است، آن خیلی خوب است. زینب بعد گپ میزنیم ها؟ مایلش طاهر. من چیکار میکنم زینب؟ پسرم رو از بلای تشکیلات چطور نجات میدیم؟ آرام شوید پایه‌وی، یکون چاره میابیم. زینب این زن در اینجا چیکار میکند؟ آدمانی تشکیلات بکری رو به کوه بردنیاند. پایه‌وی کمک میخواهند. از برای خدا قربانتان شوم، کمکم کنید آقای حمید. آن پسری خائنت قریب بود که دخترم را کشد، باز شرم نداشته کمک میخواهی. رفتم. حلیمه، خواهرم حلیمه، با من تنها شوهری حلیمه کمک کرده میتواند. کنه تو هم رفته دمگیر؟ همش خوب می شود. کاش او را تنها نمیگذاشتم. زیغ نشو، تو از کجا میدونستی؟ به زینب گفتید تکلیفتان را قبول کرد؟ گفته نتوانستم. در خصوص اویلادور شدن حتی کلمه هم گفتن نتوانستم. شق شدم ماندم. تکلیف خانه دورشوی رو کردن خیلی مشکل بوده است. او با سبب بیماریش خودش رو از من دور میکند. من باشم با اون نزدیک شدن نمیتوانم. با فکر من با او گفتن نمیتوانم. اکنون چیکار میکنید؟ پس میگردید؟ از دوستی از همه نزدیکم کمک میپرسم. از همه دوستی نزدیکتون کیست؟ تو؟ دیلو، تو با من کمک میکنی؟ از نامی من با زینب گپ زن و او خواهش خانه‌دار شدنم رو گوی. من گویم؟ با من کمک نمیکنی؟ میکنم آقای طاهر. چرا گریه میکنی؟ دردی مرا میدونید. شاید او جوانی خوب باشد. من اویلادور شدن نمیخواهم. خیر، برای شما باید چیکار کنم؟ خودی حاضر به نزد زینب رو. خودی حاضر؟ آخر دیگر انتظار شدن نمیخواهم. دیلو، اما این خیلی نمیشود. باید به زینب یگون هدیه فرستم. انگشترین یا گل. ندونم در این دهات چی رو گفتن ممکنه؟ من میوبم، خبوتیر نشوید. دیلو، تو در این دنیا بهترین دوستم هستی. دوست، تنها دوست. نصیب تو بوده است زینب. آتش خاموش گشته از نو الان گریسته است. با خبر باشید آزادانه در میان مردم میگردند. خواهید با تو راست میگویی؟ و خدا اگر دروغ گویم هر دو چشمم کفت. معلمه و دکتر دویم همراه میگردند. هیچ گپ نداره؟ هیچ گپ نداره؟ من به نفسشون رفتم، ما رو پیش کردند. برای چی؟ گپی مخفی دارند آخی.
با آنها خبر رساندن. این شمهای آخر سوا این بیننده. یعنی با من آیله دار شدن میخواهد؟ خیلی میخواهد، اما به تو گفتن نمیتواند. دلا، این کار غیر امکان است. نمیتوانم. من بیمارم. برای چی به خودت یک امکانیت نمیدهی زینب؟ نمیتوانم دلا. من با او براهی که آخرش معلوم نیست هم سفر نمیشوم. زینب خوب فکر کن. این رو با او پس گردان. با او بگویی که تکلیفش رو رد کردم. آیله دار شدن نمیخواهم. بگویی که زینب سفر کردن نمیخواهد. دیگر من رو فکر نکند. باقی مانده ی عمرم رو به طلبه ها می بخشم و تا آخرین نفسم با آنها سبق می دیم. بگذار این در دست تو ماند زینب. میدانی که خیلی غمگین می شود. نمیتوانم. تو رو به حیاتی که هر لحظه میتواند کنده شود همراه کرده نمیتوانم. طاهر، مرا ببخش. اگر شما مرا خوب نگاه میکنید هم من کار خودم رو میکنم. معلم رو میکشم دکتر. میدونی بکری برای چی تشکیلات آموزگاران رو میکشد؟ اگر در دیه آموزگار نباشد کودکان نمیخوانند. مثل تو جاهل میمانند. آدم جاهل رو غلام کردن و خدمت بر ساختن خیلی آسان است. این دولت در این راه نفران زیادی رو از دست داده است، اما باز هم ترسانیده نتوانستند. فکر نکن که زینب هم میترسد. مادرم در کجایم؟ نیستند، رفتم. مادرت برای تو رو از تشکیلات رها کردنت کوشش دارد. حالا باشد برای تو مکتبی مخصوص گفته ایستاده است. به یگون که مکتب نمیروم. من به کوه میبرویم و تشکیلات داخل میشم. و تشکیلات داخل میشم. حلیمه، هوین خوش آمدی، بخیر است؟ خوش باشه. اگر حلیمه را پرسی با شیوین به عاقل خانه رفتند. من شما را میکفتم آقای زکا، با من کمک کنید. تشکیلات پسرم را از راه میبرورد. خاموش باش، در پیشیدن خلقت نزن، در جویت میپرانند. آقای زکا، فرهاد مرد، به خانم نامده. با دو کودک دسته راه موندم. رفیقان فرهاد و خویشاقربایش شوهرت به تشکیلات خیانت کرده است، گفتم ما رو پرتافتند. بی صاحب مانده. قربانتون شوم، و من کمک کنید آقای زکا. من باید پسرم را از دست آنها نجات دهم. گوش کن، خفه نشو. خواهی از حلیمه پرس. رفتنی بودیم اما غیر امکان بود. به خدا جناب سبا اگر این را فهمد سرمان از بلا خلاص نمی شود. التجا میکنم، به خاطر خواهرم حلیمه به من کمک کنید. آخر من چیکار کنم؟ اگر جناب سبا به پسر فرهاد کمک کردنم را فهمد مرا زنده نمیماند. مایلش حبیم، مایلش. از برای خدا صدا نبرو، کسی به اینجا آمدنت را نفهمد. از برای خدا به چشم کسی ننما. خوب شده است، هر چی که شما گوید. بس کن، گریه نکن دخترم، گریه نکن. گوش کن دخترم، به نزد واحد رو حتما سلامم رو رسان.
مشکلیت را نقل کن. شاید او به تو کمک کرده تواند. خفه نشو دخترم، آخر از دستم همین قدرش می آید. نمیدونم دکتر در اون دختری بینمو چی رفته باشد. شاید معلمه دکتر رو جادو کرده باشد. باز دکتر را غیبت میکنی. در حقش باز چی برآوردی؟ دکتر و معلمه برای هم گشت گذار کرده میگردند خلای زیلو. او این چی بدی دارد؟ همیشه همین خیل بودن؟ همیشه همین خیل بود نگویه. این دفعه گرخیر از خلای زیلو و آنها گفتند که اینجا دیه است. ما عرف و عادت داریم، لیکن آنها مرا پیش کردند. معلمه سری دکتر را خوب درنگ کرده است. با خدا اگر بیشورگی ها فهمند خوب نمی شود. خدایا این چه دختری بلا بوده است. خدا پسری مرا به بلای گرفتار میکنند. من میدانم با او چی کاری کردن میخواهد. بخیر از خدای زیلو، با شما چی شد؟ این با تو چی شده است خانم زینب؟ و مثل پدرت راهزن شده یه؟ چی میخوایی؟ دخترم از دست شما گریخته رفت. این بس نبود که باز کسی دیگر را بدبخت کردن. شما چه ها میگوید خدای زیلو؟ چه ها میگویم؟ نمیدونی ما را بدبخت کردنتون بس نبود؟ یا اینکه برای پدرت خونینم گفته ایستاده ای دختر خانه بود داری مرا ویران کردی. اکنون نوبت به دکتر رسید. از او دور گرد زینب. سری او را به بلا نگذار. گناه است، گناه. مگر در دیهای چه کارها میشود است؟ به عادت ما بیکنند. ما از بیبیهایمان همین خیلی مختلیم. ما شرم نداشته در دیه کوچه و کوچه میگردند. آدم یک فکر میکند توبه کردن. باز معلمه بوده فرزندانمون را تربیه میکرد. خدایا مدد کن. حیفی تو. آقای طویل، شما میخورید. تشکر. دیگر کاری کردن نمیتوانید. راست میگویی. زینب مرا نمیخواهد. به فکر من تو به درون در خونو کی نیست. پسر جانم، خاله زیلول، تو برای چه در این خونه که ایستاده ای؟ دلم تنگ شد. هوای تازه میگیرم. بخیر است؟ همین خیل. تو را با زینب نرنجانده باشد. معلوم که است. پسرم، از پس او نکرد، سرگردان نشم. همدیهی سالهاست یک جای زندگی داریم. چه خیلی انسان بودنشان را میدونم. بیهوده سرت را به بلا گرفتار نکن. عاشق نشم پسرم. او دعواگری خونی توست. اهمیت ندید خالای زیلول. انا همین خیلی پسرکم. میدونی چی؟ خودت را زیق نکن، نمیارزم. شما در کجا بودید خالای زیلول؟ من از یخیشم رفته بودم. باز میروم به دیهای دور. برای با تو خیر خوش کردن آمدم.
با کجا می روید خاله زیلو؟ مهم نیست پسرم. اگر تو را رنجان نباشم مرا ببخش. خاله زیلو کجا می روید؟ برای خواهرت را از دست آن ظالمان نجات دادن می روم. اگر بمیرم نه مادرت بودنی مرا می فهمی نه خواهرت بودنی برفین را. این دختر زود زود مدهوش می شود. این دورها رو دیوانه کردن. او را می کشم سینان. درود گجه بیده این آخری نشست. سینان چیکار کردی؟ زن را کشتم. خب اکنون رو. الو بچهش فهمیدم. با 2 نفر میروم. 2 نفر را فرستان. بخیر است. دارو روان کردند. همیشه به قرارگاه میفرستادند. این دفعه همین خیل یک همشیره آلمانی می آمده است. مجده برای تو دارو میارم. چی؟ صبرای عشق تو مرا دیوانه می‌کند. در بنیار و اقرب و افسانه می‌کند. آفرین آفرین، چی خیلی خوب نیست سرایاده. بله به خدا که این دختر به من عاشق است. دوری دوری مرا افسانه می‌کند. با خود بیا. تو چیکار میکنی ها؟ آزا هیچ نمیفهمم. مادامی که مرا دوست می‌دارد چرا با من این رفتار میکند؟ میدانم دستم می‌دارد. با خدا که این دختر به من عاشق است، مرا دوست می‌دارد. خانم چوپان، چی شده اسدای چوپان؟ خوراک جناب رئیس را تیار کردی؟ صبر کنم، حاضر تیار می‌شود. چه خیلی حاضر تیار می‌شود؟ تا این وقت چیکار کردی که سری وقت خوراک تیار نشده است؟ خدایا توبه یا توبه یا توبه. اسدای چوپان در دلم زدی. چی می‌خواهی؟ تو از من چی می‌خواهی؟ خیزبان گم شو. اگر بار دیگر پایهایت را به اینجا گذاری پایهایت را میشکنم. فهمیدی؟ زیکو شوهر خواهرم میشوند و نزد امکی واحد را بلکه راه نشان میدهند. گفتم قربانتان شوم امکی واحد، میخواهم بکری را به مکتبی که نبیرهایتان میخوانند فرستم. چی کاری که از دستم آید میکنم خواهرم. نبیرهای من هم یتیم و تنها بودند. بعد از وفات پسرم و کلینم 3 طفل را کلان کردیم. تشکر نوشی جان. تشکر دخترم. نوشی جان. تشکر. این نبیره کلانم عایشه در فاتحه است. هفته آینده نصیب باشد توی می شود. خدا نصیب کند. آمین. بختی سفید بیند. آمین. اما خصلت پسری من خوب نیست. اگر او را با اون مکتبی مخصوص نفرستم با کو برآمده نابود می شود. راست میگویی خواهرم، راست. اگر در این جهان مکتب نباشد، کار نباشد، سلاح گرفته با سلاحداران همراه می شوند. اما خدا را شکر که نبیرگان من خودشان هم خواندن میخواستند. آنها را به مکتب مزارید بردم. در آنجا چنان مکتب زیبا، معلمان خوب، مرا در آنجا خیلی خوب پیشواز گرفتند. به آنها همه‌اش را فهمانده دادم. گفتم که 2 نبیره دارم. پدر و مادرشان وفات کردند، یتیم ماندند. التماس آنها را قبول کنید.
آنها هم به من مایلش آمد چیزی که از دستم آمد میکنیم گفتند. امک پسران مرا هم قبول میکرده باشند؟ البته قبول میکنند. تو رفته از من سلام گوی. آیشه باشد یکان سوغاتی برای بچه ها میدید. زحمت نشد به آنها رسان. مایلش امک هیچ گپ نیست. من میارم. میرسونم. البته میرسونم. مهمان را جرزم. سینان آمد برای سینان، این خانم همشیره انجل هستند. خوش آمدید خانم انجلا. خوش باشید. خوب هستید؟ تشکر. خانم انجلا، سینان قماندان خوب است. خودم هم دیده ایستادم. خانم انجلا، می توانیم داروهایمان را گیریم؟ مرحمت. تشکر به شما. رفتیم. وظیفه دادنم رو اجرا کن. مالش فاطمه جان؟ باش به خانه ما میآید معلمه؟ البته میآیم فاطمه. برای کار زنم. به شما هم. خدا به شما. به شرم باز میخندد. کاری دخترم فروتیز رفتی. درو. من تو صحبت میکنیم دویم ما رو از نزدشون دور میکنن. البته. سلام زینب. انا دیدید؟ این چی گپ است؟ آبرویم دو پل شد. دختری حامد همراه دختر بوده است. این ممکن است مگر؟ باز قیزمان تهمت کرده است. باور نکنید اکا. همه دروغ گویند، فقط زینب راست میگوید. به خدا به این آنش کار ندارم، لیکن اگر این آوازه ها راست باشند خودت میدانی حامد. با دقت باش. بعد تو همین را گفتنیم که دخترت را صاحب کن، یا اینکه تو هم به ناموس شدی. به دهانتان نگاه کنید اکا. به دهانتان نگاه کنید. نگاه نکنم چی می شود؟ طرفدار به ناموس است. شما چی ها میگویید؟ شما چی ها میگویید اکا؟ آبروی من هم آبروی شماست اکا. زینب دخترم بگوی این آوازه ها درست است مگر؟ نه پدر، این باز یک تهمت قزبان است. تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. تهمت بوده است. به یگان اساس مگر مردم آوازه میکنند. آنها یگان گپ را میدانند که شدمک بس. همین رو دانید که من یگان کاری بد نکردم. من بعد اگر خواهید از خانه نمیبرایم، لیکن التماس برای من شده. پدرم رو گناهکار نکنید. چی گفت شد دیلو؟ روست میگفتید. همه درباره شما و زینب سخن میگویند. آن نگاهش، آن تبسمش، گریختن زینب، من این همه رو میدونستم. این کاری قزبان است. این طور باشد آوازه ها را عمک و پدرش شنیدند. حتما شنیدند. دیلو باید رفته با زینب صحبت کنم. نباید روید. اگر عمکی حامد شما رو بینند. چرا دیگه ندارم دیلو. باید با زینب صحبت کنم. آقای طاهر، شما نمیفهمید. این آدمان رو شما نمیدونید. به این هم مردم درباره شما حرف میزنند. تو حق هستی دیلو، اما مجبورم که با زینب گپ زنم. این کاغذ رو با زینب میرسونی. مایلش آقای طاهر. چیستی؟
خطکشانی تشکیلات بدی کچه تو کیستی؟ خطکشانی تشکیلاتم در راه دستگیرم کردن خیلی گرسنم. تو را در کجای دیدم؟ شاید دیده باشید سالها باز برای تشکیلات خدمت میکنم. نخور من تو را در دیگر جای دیدم. کنی یک بار رویت را کشا. بدی در کجایی؟ تو رفت پیشواز گیر. خوش آمدی سینون. سلامت باش آمدی بدی. سینون. خوش باشی کچه. بدی گیر اینها را. اینها چیستند؟ با یگان را با آدمان تقسیم کن. از دستی کار شو. کچه مجده در کجاست؟ مجده رو بنزدم خونه. گیر در دستی تو ماند. داروها رو به مجده میدهیم لیکن هیچ تاثیر نمیرسون. برای تاثیرش را فهمیدن باید 3 هفته انتظار شوی. برای آنکه مجده همه چیز را فراموش کند 3 هفته ماند. بعد از آن حتی مادرش را نمیشناسد. بیا مجده بیا. نگر برای دارو آوردم. تشکر اکای سینون. آفرین رو. اپا خوش آمدید دیلا. اپا دیلا آمده. خوش باشید اما خوش آمدید. مرحمت گذار. زینب همینجا در خانه درون است. مرحمت گذار. من اینجا دیلا بیا خوش آمدی. خوش باشی زینب. وای من برای خبرگیری اومدم. شنیدم که غمگینی. تشکر جانم. التماس یک نشو. من به تو باور دارم. خدایا توبه. همان دختر نابکار تو را فرستاد دلا. اکا از برای خدا بس کنید. دختر بیچاره مهمان است. عیب است اکا. بیا دیلا قدر نشینیم. نه تو رو دیدنی بودم. اکنون روم. خوش آمدی باز بیا. رفتیم پسرم. بیگات رو در ویرانه های بالای ده انتظارم. دخترم را میکشند. باید او را نجات دهم. آزوقه آوردن آزوقه آوردن. میگفت پراکنده شوید. روید از پسی کارتان شوید. پراکنده شوید. آسمان هم به جایتان گذارید. زود آهسته. تنی یوری برید. زودتر برید. زود باشید. تو چرا نشسته ای؟ آمده به این حکم کن. آزوقه را زود به انبار برید. زود. تنی خیز از جا. زود باشید. زودتر باشید. زودتر. در اینجا حضور. او را هیچ تمام نمیگذارم. نمیدونم بر فیلم را چه کجی سونم. چرا در اینجا ایستاده ای؟ و بیرون برو.
علی زینب چی شد دخترم؟ چی گپ شد؟ خدا که نمیدونم مکان کدی رفته بینید؟ رفته ابا جون ابا علی چی شد بطور؟ علی شد علی همش گذشت آرام شد خوبی بردیدم ابا آجا نکم همش گذشت نترس این تنها خواب است اما مثل حقیقت بود مومه مرده دبا پیشرم؟ التماس ابا جون نموره مرا تنها نگذاره زینب چی شد دخترم؟ هیچ چیز نشد است پدر علی خواب دیده است خواب دیده است؟ همه را ترسون تو هم خواب کن دخترم خواب کن علی نترس جانکم نترس این چی باشد ها؟ بگو تو را در بالای ده انتظارم طاهر وای ابله حامد بیا چی شده است و این نگاه چند بار گفتم من اثبات در دستم من آن دکتر را زنده نمیمانم حامد اکا شما کاردار نشوید اکا چی واقعه پدر؟ نمک زنجیر است نمک خدایا گذر همه توب ده از بپذیر کامون دخترم یک بلا کرده انبار را ترک کنم تو را میگریزونم در اینجا نیست اکا من خیلی بمیر رفتم حاضر خوراک آماده میکنم همراه میخوریم دکتر چی شد است امکی ها میگوید آن دکتر بیناموز در کجا است چی ها میگوید امکی را کاردار نشوید اکا جلو دکتر کجاست در اینجا نیستند در کجا بودنشان را نمیدونم شاید در خوابگاهش باشد رفتم حامد خوجه والا هم مادرم نامدند نامدند اکا آقای زفر امیدی آخرینم شمایید التماس کمک کنید در حقیقت بسیار میخواستم لیکن متاسفانه دیگر نمیتوانیم خوابگاه جای ندارد حتی برای یک کودک هم جای نداریم این طور نگویید یگان جای هم نیست در نزد درد یا در زیر کت فقط همینجا مانند شد اگر پسرم را قبول نکنید با کوه میبراید با خدا برآمده با کوه میرود التماس قبول کنید اپا خواهش میکنم مرا فهمید آرام شوید حالا ما کسی را قبول نمیکنیم لیکن هر سال یک دو طلبه قید شدن نمیآیند حاضر در روی خط نام پسرتان را از همه بالا نوشته میمانم اگر جای خالی پیدا شد پسرتان را ما فوراً جیغ میزنیم اما این حال را قبول نمیکنیم و وعده انیق هم داده نمیتوانیم معلش برادر چی علاج از دستم کاری نمیآید اما که واحد اینها را برای نبیره هایشون فرستادند بکری نمیدونم دیگر چیکار کنم از جایی پختهش برو دو
بدی خطا را پیدا کردی دیگر چیزی نمیگویی؟ همه جو رو یک به یک گفتم سینان، لیکن در یگان جو نیست. تاب ده دیگر طرفش هم پدر خیر. تاب ده دختر خبر مرا لابه اوقی همین حالا هم گم بزند. آبروی اعتباری به شاهیان را رزاندی. ایستد اول با او گم زنم. دیگه برای گم زدن نمونده از حمید. اگر همون دفعه کار را تمام میکردی کار به اینجا نمیرسی. ایستا حمید دستم را ندار. ایشم را نگیر بگویم. تو خواندن و نوشتن را میتوانی؟ کم و بیش. به انبار رفته از صندوق یک شمع گرفته بیار. مایلش که چه؟ فکر خوب کردی که چه کمی راحت کنیم ها؟ بله کمی راحت میکنیم در نه که چه؟ آوازه‌دار پیامی روز بعد جهانگردی ها بعد غرب و شرق اروپا و آسیا از استودیوی سیما دست نخورد. پیامی روز سرجایزه ترین فیلم در استودیوی سیما. اگر زن من شازده چطور میکنم؟ پیراهه تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.